گایز، من برگشتم با یه ویدیو دیگه. میخوام امروز یه خط چشم فید ریز بزنم، یعنی بیشتر میخوام فوکسمو بذارم رو بن مژه ها. افکت اصلی میکاپ رو با مژه ها میدم. میریم که یه خط چشم فید قهوه‌ای رو داشته باشیم. ما الان پشت صحنه یه نوعروس داریم که یهو تصمیم گرفت جشن عروسی بگیره. من همیشه پوست مات کار کردم. امروز تصمیم گرفتم یک کوچولو پوست رو ساتنی کنم، یک کوچولو بهش براقیت بدم. مبینا. آره مبینا. اگه فکر میکنی پشت صحنه دارن سبزی خورد میکنن، نه، لپقی رو نجات میدن ریخته تو اطرافش. قصد روژ زدن ندارم. پودر بیک شانل. مطمئنی وی آی پی نمیخوای؟ من برات بیک لپقی زدم عزیزم. چجوری تو بیای؟